تهدید و لط و کوب طبقه اوناست در قرار بلد. روز گذشته مردم ولسوالی درایم ولایت بدخشان نسبت به آنچه به احترامی به حریم خصوصی باشندگان محل عنوان شده است راهپیمایی کردند و بعدتر تصاویری پخش شد که نشان میداد معترضان خشمگین با انتقال تابوت یکی از قربانیان که گفته می شود از سوی ولسوال طالبان در درایم کشته شده است شعار مرگ بر امارت سر می دادند. خبرها از بدخشان می رساند که اعتراضات مردم در برابر طالبان امروز به ولسوالی‌های ارگو و جرم بدخشان نیز گسترش یافته است. اعتراض کنندگان خواستار بیرون شدن طالبان از ولسوالی درایم، ارگو و جرم هستند و در حال حاضر دکانها در بازارهای این سه ولسوالی بسته شده است. در برخی نقاط ولسوالی درایم نیز مردم در برابر طالبان سلاح برداشتند. در همین حال طالبان برای سرکوب مردم جنگجویان بیشتری را به این سه ولسوالی اعزام کردند و به سوی مردم شلیک می کنند. اعتراضات زمان آغاز شد که جنگجویان پشتون تبار طالبان به بهانه تخریب کشتزارهای کوکنار به خانه‌های باشندگان محل هجوم بردند و با ممانعت مردم روبرو شدند. در درگیری میان طالبان و باشندگان بدخشان تا اکنون 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده و طالبان 6 تن از معترضان را بازداشت کردند. مردم مخالفت تو در روز بارانی والله